سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز اومدیم با یه ویدیو آموزشی رکتون. من قراره تو این ویدیو بهتون یاد بدم که چجوری دوستتون اد فرند بدید. خب بدون معطلی بریم که بهتون بگم بچه‌ها، بهترین راه توی PC اگه هستید برای اینکه سرچتون باز کنید که میگید تبه، و برای توی موبایل باید گزینه ساعت رو بالای صفحه که میبینید بزنید. اونو وقتی زدید شما هر کسی یه اسم داره و باید این اسمی که اینجا هست رو دوستتون توی اینجا سرچ کنه، توی قسمت اوپل و توی سرچ پلیرز. حالا شما که اکانت پیدا شد و الان همون اکانتی که اینجا به توی گوشی می‌بینید. ببین اولش ادفرند میدم ببینید توی گوشی خود می‌کنید. بعد اینه که ادفرند اکانت هم اومد و شما می‌تونید اکسپتش کنید. همین را از روش دیگه هم که هست. بعد ببینید شما همزمان که اتاق خودتون هستید دوستتون رو اینوایت کنید. بعد دوستتون اینوایت کنید گونه رو بزنید. الان همینطور که داره لود میشه اینجا یکم صبر بکنید. بله بچه ها، همینطور که دارید میبینید من الان روبروی خودم هستم و تصویر خودم رو میتونم ببینم همزمان و اینکه همین الان ادفرند داریم و جوابت ما کنیم. بله لباس بشتاد آفرین. بله بچه ها، این اکانت فیس منه که اکانت اولین اکانتیه که من داشتم و آره دیگه اینجوری میتونید ادفرند بدید. و یه موضوع خیلی مهمی که میتونم بهتون بگم بچه‌ها اینه که شما وقتی که میخواید اکانتتون هم برگردونید حتما نیاز دارید که این آیدی و رمزی که روی اکانتتون رو گذاشتید اگر شما پسورد گذاشته باشید و اون یادتون باشه که کافیه، ولی اگه اکانتتون یادتون رفته رمز اکانتتون یادتون رفته باشه میتونید به ایمیل همون موقع وصلش کنید که من آموزش کامل وصل کردن به ایمیل هم میذارم براتون، حتما ببینید. و وقتی به ایمیل وصل کنید این یک کدی رو میتونید ارسال کنید به ایمیلتون که رمز رو عوض کنید. داخل خود سایت رکتون هم میتونید کار رو انجام بدید. و بله دیگه حرف خاصی نمیمونه. ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید و گودبای.